بفرمایید. آقای جوادزاده؟ جانم در خدمتتون هستم. آقای جوادزاده لطف کنین شنبه ساعت 10:30 صبح تشریف بیارید دادسرای انقلاب شعبه 11 برای دادرسی به شکایتی که شده ازتون. دادسرا برای چی قربان؟ از خط 09 یه شکایتی مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی ثبت شده و این خط هم به اسم شماست. نه قربان این خط برای من نیست به خدا. عزیز تو سیستم ثبت شده، سر موعد لطف کنین تشریف بیارید دادگاه. اشتباه. الو این ویدیویی که الان دیدید یه داستان کاملا واقعی بود که برای یکی از دوستان نزدیک خودم اتفاق افتاده هفته گذشته. شما هم اگر میخواید به این مشکل برنخورید همین الان با یک خط به نامتون کد ملیتون رو به سرشماره 3150 SMS کنید، یه جواب براتون میاد. اگر تعداد سیم کارت ها مشکوک بود براتون، سریعا به دفاتر اون اپراتورها مراجعه کنید و سیم کارت ها رو بسوزونید.